صدها نانی که هر روز از تنورهای برقی این نانوایخانه خرد بیرون می آیند به مردم تقسیم می شوند که درآمدی ندارند و محتاج و دستنیگر هستند. این نانوایخانه خیریه را جمعیت هلال احمر تاجیکستان تأسیس داده است و روزانه تا 500 دانه نان را رایگان به آنها تقسیم می کنند که در تامین خانواده خود با مواد غذایی دشواری می کشند. اینجا سیلینگ میپزیم یعنی اینش برای امکان بیست ها دولینگش برای فروش. نانوایخانه را شعبه ولایتی جمعیت هلال احمر همراه با حکومت سوغد تأسیس دادند تا به صدها مردم نیازمند کمک رسانند. در یک شبانه روز 1500 عدد ما پخته میتوانیم. البته 300-400 اون نان در یک شبانه روز اگر برای شخصان نیازمند تقسیم گردد 1000 عدد نان مذکور این خیلی بخانکی یکم سومونه در جایهای جمعیتی و در جایهای مغازه‌های ولایتی تقسیم کرده فایدهش رو گرفته ایستاده برای برقرار کردن ارد استفاده داده شده ما با از سر نو بجا میبیاریم. اساساً آنها اینجا برای گرفتن نان می آیند که یا فرزندی معیوب دارند یا تنها و بیمار هستند. در ولایت سوغد 20,000 افراد محتاج مواد غذایی ثبت نام شدند که 70% زنان سیر فرزند و یا تنهایند. یک تا بچه اینی بلیدم هایدیوم گروپا مینادور اشم ها رحمتای کلان همیشه غمخوری میکنید. اکو من خودم هیچ کار نمیکنم و اینی با کدام در کاریه. نمایندگان جمعیت هلال احمر در سوغد میگویند عین نانوایخانه های خیریه را در شهرهای بوستان و گلستان هم تأسیس دادنی هستند و امیدوارند در منطقه های دیگری تاجیکستان نیز به آنها پیروی میکنند و در تامین مردم محتاج با مواد غذایی کمک میرسانند.